خانه به دوش و سرمایه زمستان. به علت ناامنی ها و فقر از مناطقشان بیجا شده اند، اما هنوز هم با مشکلات زیاد دست و گریبان هستند. گلبنه از لغمان به کابل پناه آورده است، اما اینجا نیز از یک سو حیران روزگار است و از سوی هم خانه به دوش و بی سرپناه. کارخانه هم نشته دیگه میگه خلا بیخی خرابیگی. در زمستان کار هم نیست. این پلاستیکا را می سوزانیم. در این زمستان اولادایم تمامشان مریض شدند. هر شب می روم به اینها پیچکاری تزریق می کنم. در کابل افزون بر این کمپ 48 کمپ دیگر بیجا شدگان داخلی وجود دارد که باشندگان این کمپ ها در همین زمستان سرد زیر همین خیمه ها سپری می کنند. اینجا زندگی کردن بسیار سخت است. حیوان هم در اینجا زندگی کردن نمی تواند، ولی ما مجبور هستیم زندگی می کنیم. توان این را نداریم که برویم زمین بگیریم و آبادش کنیم. توان خریدن آرد، چوب، روغن را نداریم. مجبور هستیم با همین وضعیت بسازیم. کار منستا، روزگار منستا، مریضیم زیاد. کار و روزگار نداریم. برای آموزش به مکتب دسترسی نداریم. مریضی های ما زیاد است. جایی که هستیم مناسب زیستن نیست. مشکلات خیلی زیاد داریم. توزیع خانه و زمین برای مردمان مستحق پیدا شده و عودت کننده ان شاء الله مشکل سرپناهشان حل شود. به امید خداوند. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به تازگی روند توزیع زمین را به 2000 خانواده بیجا شده و برگشت کننده آغاز کرده است. جناب از این روز شروع است. چی تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و اینکه چی تعداد میرسه بعد از ثبت و راجستر و بایومتریک و چک لیست هایی که از فرما بررسی شده باز در نهایت مشخص میشه. بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر 95000 تن به علت ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدند که از این آمار 9000 خانواده بیجا شده داخلی در کابل به سر میبرد. داشتن اسناد مهاجرت برای برگشت کنندگان و 5 سال زندگی کردن در کابل برای بیجا شدگان داخلی شرایطی هستند که بر بنیاد آن به این خانواده ها و بازگشت کنندگان زمین داده می شود.